درود و عرض ادب دارم خدمت دوستان و همراهان عزیز. طبق درخواست دوستان بنابراین شد که یک کانال یوتیوب هم راه اندازی بکنیم و مطالب هم اونجا منتها تو تایم های 20 دقیقه، نیم ساعت و تا 1 ساعت اونجا آپلود کنیم و در اختیار دوستانم قرار بدیم. منتها چیزی که هستش به صورت تصویری بیشتر به حالت نیست، بیشتر به حالت مطالبی است که در واقع آپلود هستش و ضبط شده هستش بیشتر قرار میدم و دوستانم بتونن استفاده لازم رو ببرن. لطفاً کانال رو هم شیر بکنید، در اختیار دوستان قرار بدین، اونها بتونن استفاده ببرن. به زودی این کانال راه اندازی میشه، فعلا مطلبی داخلش نیست، این یک پیش درآمدی بود، بتونیم ادامه کار بدیم و هدف هم آگاهی عزیزان هستش و بالا بردن این آگاهی هاست بدون هیچ تعصب و جانبداری. در هر صورت هممون انسان هستیم و به عقاید همدیگه باید احترام متقابل بذاریم. خیلی ممنون از اینکه همراهمون هستید. به زودی این کانال راه اندازی میشه. بابت در واقع همکاری جناب آقای اشکان عزیزم که لطف کردن و کار ادیت رو میخوان انجام بدن، از ایشون هم تشکر میکنم. به زودی این کانال راه اندازی میشه و لینک رو در واقع در اختیار گروه هم قرار دادم، کانال هم قرار دادم، کانال تلگرام، اونجا هم میتونید در اختیار بقیه عزیزانم قرار بدید و هم بتونم اضافه بکنن و کانال مربوطه رو بتونن در واقع به لیست خودشون اضافه بکنن، بتونن استفاده ببرن. خیلی ممنون. البته مثل کلاب هاوس نیست، مسائل 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، بیشتر سعی میکنیم مطالب خلاصه تر، ولی خب جان مطلب دیگه 20 دقیقه، نیم ساعت که حوصله مخاطب یه جوری سر نره اصطلاحاً. خیلی ممنون از اینکه همراهمون هستید. بازم تشکر میکنم که صبور بودید تا الان. سپاسگزارم. بنده مهدی فتاحی هستم. امیدوارم که با درخواستایی هم که عزیزان دارن، البته پیشنهاداتشون خیلی میتونه مثمر ثمر باشه برای پیشبرد این کانال. از همگی عزیزان تشکر میکنم. بدرودتون.